ملاقات ترامپ و زلنسکی قرار بود یک ملاقات دیپلماتیک عادی باشد، اما تبدیل شد به یک درگیری لفظی شدید. برای اولین بار در تاریخ دو رئیس جمهور در مقابل رسانه‌ها با یکدیگر به درگیری لفظی پرداختند و رئیس جمهور میهمان از کاخ سفید بیرون شد. در این ویدیو این سه مورد را بررسی می‌کنیم. 1. دلیل درگیری لفظی ترامپ و زلنسکی. 2. آیا ترامپ به دنبال کنترل اوکراین است؟ سومین مورد که در آخر ویدیو بررسی می‌کنیم، آیا اوکراین شروع کننده جنگ جهانی سوم است؟ جواب همه این سوالات در این ویدیو در کانال علامت سوال. این بحث و جدل از کجا شروع شد؟ ترامپ به صراحت گفته بود که اگر رئیس جمهور شود جنگ اوکراین را در 24 ساعت تمام خواهد کرد. زلنسکی از این حرف عصبانی شد و گفت چطور می‌خواهید جنگ را تمام کنید با تسلیم کردن ما؟ ترامپ با لحنی تند جواب داد من رئیس جمهور آمریکا هستم، نه اوکراین. اولویت من آمریکاست. بعد از این جملات فضا به شدت متشنج شد و رسانه‌ها این لحظات را شکار کردند. رسانه‌های غربی این ملاقات را فاجعه دیپلماتیک نامیدند. طرفداران ترامپ گفتند او فقط می‌خواهد آمریکا را از یک جنگ بی‌پایان نجات دهد، اما حامیان اوکراین می‌گویند ترامپ عملاً پوتین را برنده اعلام کرده. بدهی‌های سنگین اوکراین و اختلاف بر سر کمک‌های مالی. یکی از مهمترین دلایل درگیری ترامپ و زلنسکی بدهی‌های عظیم اوکراین و آینده کمک‌های مالی آمریکا بود. از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال 2022 آمریکا بیش از 100 میلیارد دلار کمک نظامی و اقتصادی به این کشور را ارائه کرده است. ترامپ که در دوران ریاست جمهوریش نگاهی شکاکانه به کمک‌های خارجی داشت، به صراحت اعلام کرد که آمریکا نمی‌تواند بدون حساب و کتاب پول بیشتری به اوکراین بدهد. او مدعی شد که بسیاری از این کمک‌ها به درستی مدیریت نشده و فساد گسترده‌ای در دولت اوکراین وجود دارد. زلنسکی از این حرف‌ها به شدت عصبانی شد و گفت که اوکراین در حال جنگ برای دموکراسی و امنیت جهانی است و نیاز به حمایت آمریکا دارد. اما آیا آمریکا به دنبال کنترل اوکراین است؟ یکی دیگر از بحث‌های جنجالی در این دیدار نقش واقعی آمریکا در اوکراین بود. برخی از تحلیلگران معتقدند که آمریکا نه تنها به دنبال کمک به اوکراین است، بلکه می‌خواهد این کشور را به یک پایگاه استراتژیک در برابر روسیه تبدیل کند. ترامپ در این جلسه به طور غیر مستقیم اشاره کرد که اوکراین در حال تبدیل شدن به یک مستعمره غیر رسمی آمریکا است، زیرا بدون حمایت مالی و نظامی واشنگتن قادر به ادامه جنگ نیست. زلنسکی این ادعا را رد کرد و گفت که اوکراین کشوری مستقل است که فقط برای بقای خود می‌جنگد. اما آیا ترامپ به دنبال پایان دادن جنگ به نفع روسیه است؟ یکی از جنجالی ترین بخش‌های این دیدار اظهارات ترامپ درباره پایان دادن به جنگ در 24 ساعت بود. ترامپ ادعا کرده بود که اگر دوباره رئیس جمهور شود، جنگ اوکراین را در 24 ساعت تمام خواهد کرد. زلنسکی این حرف را غیر واقعی و خطرناک خواند و گفت که تنها راه پایان جنگ شکست کامل روسیه است. ترامپ اما مدعی شد که راه حل او به نفع همه خواهد بود، اما اوکراین باید آماده امتیاز دادن باشد. البته در این ویدیو بررسی کردیم که اوکراین دارای منابع طبیعی بسیار زیاد و مغلوبی است که هر کشوری از جمله روسیه و آمریکا علاقه‌مند است که بخشی از اقتصاد این کشور را در دست بگیرد. در این ویدیو تمام منابعی که اوکراین به طور طبیعی در خود دارد را مورد بررسی قرار داده ایم. اما آیا اوکراین شروع کننده جنگ جهانی سوم است؟ اگر تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده، ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین. در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از وقوع جنگ جهانی سوم وجود ندارد. درگیری‌های جاری اگرچه جدی هستند، اما به سطحی نرسیدند که بتوان آنها را به عنوان آغاز یک جنگ جهانی تلقی کرد. با این حال ادامه تنش‌ها و عدم حل مسائل از طریق دیپلماسی می‌تواند خطرات را افزایش دهد. از اینکه ویدیو رو تا انتها تماشا کردین از شما سپاسگزاریم. در کانال علامت سوال به بررسی پرونده‌های مخوف و پیچیده و ترسناک می‌پردازیم. اگر به این موضوعات علاقه دارین
کانال علامت سوال رو سابسکرایب کنید. با فعال کردن گزینه زنگوله از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید.